سلام بچه ها، داشتم مطالعات میکردم کتاب سلس مارسیا رو. بعد یهویی یادم اومد یه مطلبی رو بهتون بگم. اومدم بگم بهتون چرا فکر میکنید کسی که خفنه تو زبان یعنی حتما باید بلا 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 تند صحبت کنه؟ تند صحبت کردن نشانه خفن بودن نیست. خب اگه میخوای خفن باشی باید زیبا، روان، سلیس، شیوا صحبت کنی که از نیتیو تا اون کسی که مبتدیه تو سطح الیمنتریه و خیلی حرفه‌ای نیست متوجه بشه چی میگی. وگرنه اونجوری باشه پس هندیا خیلی خفنن دیگه، چون یه جوری صحبت میکنن هیچ کس متوجه نمیشه، نصفشو خودشون هم متوجه نمیشن. چون من 2 تا دوست هندی دارم، ماشاءالله صحبت میکنن زجر میکشی تا بفهمی چی میگن، با یه لهجه خیلی عجیب غریب انگلیسی حرف میزنن. اگه اونجوری باشه پس اینا خیلی خفنن. نه، سعی کنید مثل فارسی با آرامش، مهربون، با لهجه خوب و زیبا صحبت کنید، نه که فقط تند صحبت کنید. اون موقع است که همه صحبتتون رو دوست دارن و عاشق حرف زدنتون میشن. تا نکته بعدی، خدا.